من به همه ضرر دیدگان شهر کلوب تسلیت میگویم و صبر توصیه میکنم و مهنت و زحمت و خصوصا جوانانی که زرگی جایی که نباشن 4-5 نفر 10 نفر فی سبیل الله در راه خدا میبرامدن میرفتن هر جایی که آفت طبیعی است در اونجا میرفتن حتی از جیب خود خورد و خوراک خود سبیل الله در راه خدا میرفتن اونجا در اون آفتهای طبیعی کار میکردن برجامانده ها ضرر دیدگان این همه کمک میکردن خانه ها برپا میکردن. ما ببینید پروردگار در سوره کهف یکی از بهترین انسان های همون عصر زمان خودش حضرت موسی علیه السلام و خضر علیه السلام رو امر میکند که بروند یک چوردیوالی ویران شده رو چکار کنند برپا کنند بسازند از نو سازی کنند. ببینید ولی بعضی خانه‌ای که لای و دیگر یا که بعضیش مصیبت و بعضیش وزنینی و برای برطرف کردن این آفت‌ها این دشواری ها و مشکلی های اون محله برای 3 روز 4 روز 1 هفته اگر فرصت دارید اون مسئولیت وزنین ندارید 4 روز 5 روز 1 هفته کار کنید 70 سال آینده اتون با برکت می شود. 7 روز بروید سبیل الله فقط به خاطر خدا این آفت طبیعی که در شهر کلوب شدگی هست بروید اونجا کار کنید از حساب خود سبیل الله در راه خدا 70 سال آینده اتون با برکت می شود. این دنیا به حساب و به کتاب نیست. الان سخنی نیکی گفتگیش عملی نیکی کردگیش اون قبرش رو باغچه از باغچه های جنت کردگی است. اگر صدها هزار سال بگذرد در نظرشون یک میجه زدن بر این میگذرد. بعضی ها حیران نشن که چخیل یک میجه زدن میگذشته است چند هزار سال یا 100,000 سال. میگن که والله لا تموتن کما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن كما تعملون وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. سوگند به پروردگار همچنانی که خواب میروید میمیرید همچنانی که از خواب بیدار میشوید باز دوباره زنده کنانیده میشوید. تمام عملهای انجام داده اتون رو حساب میدهید. در نتیجه چی؟ یا جنت ابدی اگر ایمان و عمل صالح و نیکی ها باشد. حالا من گفتم فرصتی خوبی هست اجر و پاداش عظیمی دارد. این آفت طبیعی که در شهر کلوب یا هر منطقه تاجیکستان که امکانیت دارید نه ویزا و نه سفر و نه خرج و صرف زیادتی با اندک خرجی اجر و پاداش عظیم به دست میارید. میروید اونجا آبادکاری مهنت و زحمت کارهای سبیل الله در راه خدا انجام داده شما برای شما جنت می شود. قصرهای در جنت می شود. ولی میگه قل اعملوا فسيرى الله عملكم. پروردگار همه عملهای شما رو برمیگرداند و پروردگار شاهد است برای همه عملهای شما و پیامبرش شاهد می شود برای عملهای نیکی انجام داده شما و مؤمنین مسلمان ها انسان ها شاهدی می دهند که این انسانی نکوکار بود. و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده. پس برمیگردید به اون دنیای چیز حیاتی برزخ روز قیامت در بین همه مردم. فینبئکم بما کنتم تعملون. پس پروردگار برای شما تنبیه یعنی اون همه عملهای انجام داده شما رو پیش رویتون میارد میگوید این عملهای انجام داده همین است.